بریم برای شروع. ابتدا کره، شکر و عسل رو با همدیگه ترکیب میکنیم، میذاریم روی حرارت تا کاملا موادمون ذوب بشه و با همدیگه ترکیب بشه. زمانی که از کنار ظرفتون شروع کرد به جوشیدن، نوبت اضافه کردن جوش شیرین هست. جوش شیرین رو که اضافه میکنید موادتون حجم میگیره و شروع میکنه به غلظت پیدا کردن. شما باید مدام هم بزنید. بعد از حدود 30 ثانیه از روی حرارت بر میدارید، اما همچنان باید هم بزنید. بعد میریزید داخل یه ظرف دیگه، نمک و وانیل رو بهش اضافه میکنید و کاملا مخلوط میکنید تا موادتون با هم دیگه ترکیب بشن. ممنون میشم که مثل همیشه از آموزش‌های من با لایک و کامنتتون حمایت کنید. حالا میزان تخم مرغی که داریم رو با چنگال هم میزنیم و طی 2 مرحله به موادمون اضافه میکنیم. بچه ها باید مراقب باشید چون موادمون داغ هست و باید با همزن دستی هم بزنید که تخم مرغمون املت نشه. مدام باید هم بزنید تا تخم مرغ با موادمون ترکیب بشه. بعد از اینکه ترکیب شد آرد رو اضافه میکنید، الک میکنید و دیگه حالا شروع میکنید به هم زدن تا یه خمیری به دست بیاد که این خمیر یه حالت نرم و لطیفی داره و باید یه پیمانه آرد کنار دستتون بذارید که به خمیرتون اضافه کنید. اگر مقدار آردتون کم بود، من حدود 2-3 قاشق آرد اضافه کردم و با دستم شروع کردم به جمع کردن خمیر تا خمیرم به این صورت در اومد. اصلا نیازی نیستش که خمیرتون رو ورز بدین، همین که خمیرتون جمع بشه و به دست نچسبه دیگه کافی هستش. خمیرتون رو به 4 قسمت مساوی تقسیم میکنید. اگر مثل من از نصف دستور استفاده کردین، من اینجا که دارم ویدیو میگیرم نصف دستور رو درست کردم. شما اگر که یه دستور کامل درست کردید باید خمیرتون رو به 8 قسمت تقسیم بکنید. بعد چونه میزنید و روش یک پلاستیک پهن میکنید تا خمیرتون خشک نشه. حالا با یک وردن خمیرتون رو روی کاغذ تفلون پیشنهاد میکنم از کاغذ تفلون استفاده بکنید. 1 میلیمتر تا 2 میلیمتر خمیرتون رو باز میکنید و بعد کاتر میزنید. حالا بهتون پیشنهاد میکنم که از کاتر سایز 18 سانت یا 20 سانت استفاده بکنید و کیکتون رو بزرگ درست بکنید. حالا من از کاتر سایز 7.5 استفاده کردم. کناره های خمیر رو هم میذاریم که بپزه و برای تزیین ازش استفاده میکنیم. روی خمیرتون رو با چنگال حتما باید سوراخ کنید. حالا این سینی میره توی فر با دمای 150 درجه به مدت 5 دقیقه تا 7 دقیقه که بپزه و توی این مدت من سینی بعدی رو آماده میکنم و میذارم داخل فر. همینطوری ادامه میدم تا زمانی که تمام خمیرم تموم بشه. بعد از اینکه از داغی افتاد حتما داخل یه دستمال نخی نگهداری کنید که خشک نشه. باقی خمیر رو هم من دوباره گذاشتم داخل فر. یه 5 دقیقه داخل فر بود و بعد با غذاساز پودرش کردم که برای تزیین ازش استفاده میکنم. بریم برای درست کردن کرم پنیریمون که مقادیر خام قرنادی و کرم پنیری رو براتون توی کپشن مینویسم و حتما کپشن رو بخونید چون یک کرم دیگه هم بهتون یاد دادم. حالا بریم برای درست کردن کیکمون. کرم پنیری که درست کردین داخل یه قیف میذارید و بعد دونه دونه این بیسکویت ها باید مرطوب بشن. حتما باید مرطوب بکنید. من اینجا از شیر استفاده کردم. شما میتونید از ترکیب برابر شکر و آب استفاده کنید و شربت درست کنید. کیک ها رو مرطوب میکنید، یک لایه روش خامه میزنید و دوباره یک کیک مرطوب شده دیگه روش میذارید. من به خاطر اینکه اومدم تگ نفره اینها رو درست کردم 6 لایه استفاده کردم، اما شما اگر بزرگ درست میکنید باید 8 لایه استفاده کنید. اصل کیک مدوی این هستش که 8 لایه باشه. باز هم بستگی به خودتون داره.
حالا با کرمتون کیکتون رو خامه کشی میکنید که دوباره بهتون پیشنهاد میکنم کیک رو بزرگ درست بکنید، چون اینجاش خیلی به چالش بزرگی میخورید. خامه کشی کردن یک کیک 7.5 سانتی فوق العاده چالش برانگیزه، اما من به خاطر اینکه میخواستم تک نفره کیک ها رو سرو بکنم به هر صورتی بود خامه کشی کردم. البته اینو هم بهتون بگم که کیک اولی خورده برام چالش داشت، از کیک دوم، سوم و چهارم خیلی راحت تر تونستم این کار رو انجام بدم. حالا اینکه شما اگه بزرگ درست کردید خیلی راحت تر خامه کشی میشه. میتونید از این کرم پنیری استفاده کنید، میتونید از خامه قنادی به تنهایی استفاده کنید، میتونید کرم های دیگه‌ای که برای کیک مدویک هستش استفاده کنید. از هر کرمی که خودتون دوست دارید میتونید استفاده کنید، اما من به خاطر اینکه طعم کرم پنیری رو خیلی دوست دارم از این کرم استفاده کردم و برای پنیر خامه‌ای از مارک ویلی استفاده کردم. شما اگر پنیر خامه‌ای شور دوست ندارید از ماسکارپونه استفاده کنید یا از پنیر خامه‌ای لبنه. میتونید لابلای کیک هاتون فیلینگ بذارید از انواع میوه ها، از انواع مغزیجات، اما خب من این کار انجام ندادم، ولی میشه که این کار انجام بدید. در نهایت من با همون پودرهای اضافه های خمیر کیک رو هر کدوم از کیک ها رو تزیین کردم و بعد با همون کرم پنیری با ماسوره اموان ماسوره زدم و با تمشک و یه خورده گل تزیینش کردم. شما میتونید این کیک رو به هر شیوهی که خودتون دوست دارید دیزاینش بکنید و هیچ قاعده‌ای نداره، کاملا سلیقه‌ای هستش. اینم از دیزاین نهایی کیک مدویک ما. امیدوارم این آموزش رو دوست داشته باشید و مثل همیشه از آموزش ها حمایت بکنید تا من انگیزه بگیرم و آموزش های بهتر و بیشتری رو براتون بذارم.